معرفی هواپیمای L410 NG شرکت چخی لیت ایرکرافت اینداستریز در دایره همکاری‌های دوجانبه با شرکت وطنی سامون ایر صورت گرفت. در آغاز مراسم روینمایی مسئولان شرکت چخی عاید به امکانات تکنیکی هواپیما معلومات داده، از جمله تاکید داشتند که L410 NG هواپیمای منطقوی توربووینتی مسافرکشانی میباشد که پارامترها و اجرای بهتر را پیشنهاد میکند. مسافه پرواز هواپیما 2570 کیلومتر و دوامنوکی پرواز 10.15 ساعت ارزیابی میگردد. هواپیما همچون استاندارد برای 19 مسافر پیش بینی شده است. من نماینده شرکت اومنیپول هستم. هواپیمای تمغه L410 NG نسل نو می باشد. این هواپیما از جانب شرکت چخی لیت ایرکرافت اینداستریز استحصال گردیده است. شرکت مذکور به گروه کارخانه‌های اومنیپول شامل است. در ماه قبل برای رشد ساحه ما کارخانه را پورا خریداری نمودیم. هواپیما برای 19 نفر مسافر پیش بینی گردیده است. همچنین می توان هواپیما را برای بارکشانی وسیع استفاده نمود. هواپیما مخصوص برای منطقه‌های کوهی پیش بینی شده است. هواپیما میتواند در بلندی تا 4000 متر پرواز نماید. در آینده نقشه داریم با شرکت هواپیمای سامون ایر سازشنامه‌های سودمند را به راه مانیم. عین زمان عاید به مسئله با نمایندگان شرکت مذکور گفت‌وشنودهای طرفین بررسی گردیده ایستاده است. در قسمت دیگری چاره‌بینی امکانات این هواپیما در فضا مورد نمایش قرار داده شده پروازهای سنجشی عملی انجام داده شد. اشتراکچیان مراسم روینمایی راهبران کارخانه‌های آویاسیونی و نمایندگان واسطه‌های اخبار عامه در جریان کار پرواز هواپیما شرکت نمودند. طی 30 دقیقه پروازهای آزمایشی در اطراف پایتخت مملکت شهر دوشنبه صورت گرفت. در اساس دستور هدایت‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی، пешвои муаззами миллат президенти ҷумҳурии тоҷикистон муҳтарам эмомалӣ раҳмон ширкати ҳавопаймои Сомонер дар доираи барномаи рушди авиатсияи дохилӣ ҳамкориҳоро бо истеҳсолкунандагони гуногуни ҳавопаймоҳои минтақавӣ ба роҳ мондааст. ширкати ҳавопаймои Сомонер алҳол имкониятҳои гуногунро баррасӣ менамояд ва имрӯз барои мову шумо имконият фароҳам омадааст ки бо ҳавопаймоҳои L410 Let Industries ҷумҳурии Чехия аз наздик шинос шавем. имкониятҳои онро бубинем ва дар фазои ширкат дар шароити Тоҷикистон биозмоем. هواپیمای L410 NG از جانب агентии اروپایی عاید به بخطری آویاسیونی سرتیفیکاسیا شده خصوصیت‌های بخطری پروازی و استفاده‌بری را دارا میباشد و با تکنولوژی‌های پیشرفته و آویونیکی اینوواسیونی مجهز است. راهبریت شرکت هواپیمای سامون ایر تذکر داد که شرکت امکانیت‌های گوناگون توسعه پارک هواپیمای خود را برای اجرای پروازهای داخلی و منطقوی بررسی می‌نماید و هواپیمای L410 NG یکی از پیشنهادات بررسی شونده میباشد. تاکید کردن به مورد است که عین زمان پارک شرکت هواپیمای سامون ایر از هواپیماهای بوینگ 737-800 و 737-900 عبارت میباشد.